بهترین ایونت 2025 اپسی موبایل چه ایونت بوده؟ سلام شما شالتون چطور؟ من امیر هستم و خیلی خوشحالم این ویدیو از چنل خودتون بچه. بهترین ایونت 25 کدوم ایونت بوده؟ حالا بچه ها من اینجا میریم با اون که میبینیم لایک کامنت یاد بکنیم. خیلی Let's go. حالا بچه ها برگشتیم. آقا بهترین ایونت 25 چی بوده؟ حالا بچه ها من تازه اینو رو شروع کردم و آقا تازه شروعش کردم، از امشب شروع کردم، در اینقدر خوبی نرفتم. حالا بریم آقا بهترین ایونت 2025 کدوم بوده؟ از اینجا شروع میکنیم که اینا همشون ایونت های 2025 بوده. حالا بریم آقا از همین اولیش میکنیم بهترینش کدوم ایونت بوده و نمبرش. حالا میریم این ایونت که اصلا واقعا من 10 به این ندم چجوری میکنم 100% 10 بهش میدم. آقا این 10 اصلا هیچ کلمه نمیکنم. واقعا شانسی و سبن لونل مسی و جایی که بفون و پالو مالدینی و جیل فندایی و فریدریک و والدردن و اینو اصلا نمیخوای 10 بهش بدی. حالا بریم این ایونت قبل. این اصلا خفن نبود، ببین خوب بود ولی اونقدر خفن نبود. واقعا مرسلو فکر کنم بهترینش بوده. حالا مندی اینجا دیبالا هم هست، آلیسا هم. اینو بهش چند بدیم؟ آقا ما به این 8 و 5 میدیم. 8 و 5 بهش میدیم. اما 8 و 9 میدیم. حالا ببینیم بعدی چیه. این خفنه، خدایی من زیدان واقعا نمیدونم چرا زیدان اینجوری درست کردم. واقعا من نفهمیدم زیدان. حالا اینو من 10 واقعا 10 بهش میدم، اصلا بدون هیچ فکری 10 بهش میدم. این 10. آقا ما بریم بعدی. این 10 بهش میدم. خیلی خفن بود واقعا، مخصوصا زیدان. اینم خفن بود خدایان. اینم چجوری 10 ندیم. آقا من به این 9 و 7 میدم. 9 به جز فیروز دفاعیش داره یکم دفاعیش داره. این اصلا 10. ببین اینو اصلا میدونم اصلا 10. ببین هیچ فکری توش نیست. 10. آقام جواد آقا پله گرید بی خیلی دوست دارم بچه گرید بی. من اصلا تو میمیرم بازه کاکا. حالا خیلی بازیکنای دیگه مخصوصا دروازه‌بان. آقا من اسمش رو رفتید یادم رفت. 10 بهش میدیم 100%. این 10. حالا همین این آقا واقعا خفن نبود. واقعا از حق نگذریم. مثلا آقا تو دروازه‌بانشو ببین. دروازه‌بان با این که لوئیس فیگو پشمان، اون که ریوالدو، وای مارادونا، کریستیانو، مرموش. 10 بهش بدیم. آقا 9 و 8 بهش بدیم چون دروازه‌بان یکم بده. 9 و 8 خیلی خفنه. اینو خفنه. ما اینو 9 و 8 بهش دادیم. ما بریم اینجا ببینیم چیه. این 10. خدایی تا اینجا 10 زیاد دادیم ولی 10 واقعا این 10. آقا من اصلا نمیتونم بزنم 10. نه خفن. آقا من 8 و 5. آقا هاچیاری رو دیدیم. آقا 8 و همون 8 حالا ببینیم این یکی چیه. من میرم آنتونی. بچه من این
خدا پدری و ساعت 3 نصف شب پکش کرده بلدم هست رفینا امبابه آقا اینو بهش 9-5 خفنی ولی 9 واقعا خفنی من کستوس اوه خدای من رونالدو نازارو چند بهش بدید آقا من اینو نمیگم خودتون بهش بدید اینو خودتون کنید واقعا من نمیگم این در بدم چند بدم اینو خفن میگید به چنین بزرگ هست چینیش هم هست این فکر کنم واسه بوندسلیگاست آقا اون یکی قبله فکر کنم واسه سری آ بود این آقا ما نه هفت بشنیم این واسه لیگ برتره فعلا فوقا دیگه بکن باید که اینجا جاشتیم خیلی خفنه بودایی بزرگ میکنم خواهد شده ولی چند بهش بدیم میگیم 92 بچه ها الان میگیم سپاهانه بقیه هفتگی یکی این آقا واقعا خفنه ما به اسمشو یادم رفت دیگه فرانسه باها دنبله این 9-5 واقعا ببین خفن نیست 8 بهش میدم واقعا اصلا اینو خیلی ببینن اینم آقا این یکم خفن حقیقت حالا آقا این بهش 8-3 بهش میدیم 8-3 یکم خوبه دقیقا اینم فکر کنم خفنه بچه اینم 9 بهش میدم 9 بهش میدم پالمر برونو فرناندز رونین خفنه واقعا ما بهش 9 میدیم الان خیلی بهش ولی ببین خدا اصلا 10 ببین هیچی نمیگم هیچی الان نمیگم همین الان میگم آقا 10 بهش میدم من اصلا ببین سکوت میکنم گوه میخورم یه حرفی بزنم گوه میخورم یه حرفی بزنم اصلا این 10 هیچی فقط 10 اینم خفنه بود بجی اینم 10 ندم چجوری میشه چی پش آقا جواد خیلی آنترایفو گلبانه رودری دیبلینگام وینیسیوس امباپه محمد صلاح دمیتال فوخال امیلیانو مارتینز 10 بهش میدم آقا این تو رو نمیدونم این بزن چیه نتیمه رو یاری بده خیلی خوب میشه همین یاری میدادیم این فکر کنم خفن باشه نتیمه یاری نمیده الان اوه خیلی خفنه بچه اینم با اینکه سرکش کنیم با کشبونه یا خودش ازانه چرا چی شد؟ فکر کنم گل شد حالا بچه ها اینم چند بهش بگیم اینم بهش چند بدیم آقا این بهش 9 میدیم فکر کنم آخرینش ببینیم چیه 8 ببین در رونالدو نازاری و زینالدین زیدان نویر شیندوکا مودریچ اصلا بیلینگا نویاشین بخشیده این پوشش کنگیرد فول پاگرد دیوانه وینیسیوس مازرانو
ما بچه این 10 بدون هیچ شک 10. بچه خیلی ممنونم تو این ویدیو اومدی. روبرتو کلوس صورت نفهمیدم. خیلی ممنونم تا اینجا ویدیو اومدید. لطفا یادتون نره خیلی عشقی بچه. ویدیو بعدی احتمالا خیلی خفن باشه، چون بچه ویدیو بعدی درباره تغییرات FC 26 که چه جاهایی که بهتون دادم یه 4-5 دقیقه میگم هر دونه 100% اینم ببینید. خفنه. لایک کامنت یادتون نره. خیلی عشقید. خدا حافظ.